نه خیر، اصلا اینا همش کذب. این حرفایی که دارم میزنم تو فضای مجازی و شایعات و تهمت‌ها و این حرفا و یه نفر میاد صحبت میکنه میگه من پدر مهسا، این همش از در ما به اصطلاح کذب از در ما. چون ما میدونیم و بررسی ما تا اینجا انجام شده. ما به عنوان پلیس وقتی میگم قصور تحصیل نبوده، حتی ترنگار هم بهشون زده نشد، حتی ترنگار هم بهشون زده نشد. اصلا اینکه حالا این حرفا دارم میزن حرف جر و اصلا و ابدا. من میخوام این واجب فراموش شده اسلام رو به یاد شما و به یاد ملت ایران بیارم. امر به معروف و نهی از منکر. جواز استفاده از خشونت فیزیکی در فقه شیعه رو ببینید. تمام این فقهایی که نام میبرم یا گفتن که استفاده از خشونت واجبه یا گفتن مجازه. تنها اختلافی که بینشون هست اینه که برخی استفاده از سلاح رو و خونریزی رو منوط به دستور حاکم دونستن و برخی ندونستن، ولی همشون جواز دادن. اینها از بزرگان فقه شیعه هستن، یعنی میتونیم بگیم مراجع شیعه هستن. فقهای شیعه مراجع تقلید وقتی میخوان فتوایی بدن به کتب اینها رجوع میکنن. کتبشون مرجع مراجع هست. شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ مفید، حلبی، قاضی ابن دراج، ابن حمزه طوسی، فاضل مقداد، صاحب جواهر، آقا ضیاء عراقی، میرزای قمی، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری، فیض کاشانی، ابن سعید هلی، شهید ثانی، شهید اول، علامه هلی، محقق هلی، ابن فهد هلی، ابن ادریس هلی، علامه هلی. اینها همه و البته تعداد بیشتری هست. من معروف هاشو براتون نام بردم، فقهای معروف که در واقع مرجع هستن. و این موضوع غیر قابل انکار هست که استفاده از خشونت در امر معروف و نهی از منکر در فقه شیعی جواز دارد. میگه که در نهج البلاغه فرموده که همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر معروف و نهی از منکر چون قطره است در دریای. میگه که امام سجاد فرمود آنکه امر معروف و نهی از منکر را ترک می‌کند همچون کسی است که کتاب خدا را پشت سر انداخت. میگه که مؤمنین و مؤمنات نشانه هاشون چیه؟ اینا با هم دوست هستن، امر معروف و نهی از منکر میکنن، نماز میخونن، زکات میدن، اطاعت الله و رسول میکنن. این نشانه ایمان اینه. یکی از وظایف پیامبر اینه که امر معروف و نهی از منکر کنه. خود ترویج اسلام، حتی جهاد ابتدایی، جز مصادیق امر معروف و نهی از منکر. آیه 104 آل عمران میگه که ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. میگه یه گروهی از شما باید همیشه این کار رو به شکل فعال انجام بدید. شما این امتی هستید که باید اینو امر معروف و نهی از منکر بکنید. نه تنها محمد، همه مسلمان این برای همه چی واجبه. کلما امر الله و رسوله بهی فهو معروف. هر چیزی که خدا دستور داده معروفه. هر کاری خدا گفته بکنید اون معروفه و هر چیزی که گفته نکنید منکره. آقای طوسی که دیگه شیخ طائفه شیعه است، ایشون میفرماید که ببینید، میگه اگر امر معروف نهی از منکر کردید، وعظ کردید، یعنی نصیحت کردید و طرف رو تهدید هم کردید و بازم اون
طرف به منکرش ادامه میده. ولا تناول بالید، اگه به زورم نشد، یعنی اول نصیحته. این مراحلش اینطوریه، شما اول نصیحت کن، مثلا میگی چه میدونم لباستو مناسب بپوش، مثلا حجابتو درست کن. اگه این نصیحت عمل نکرد تهدیدش میکنی. اگه نه قدرت بدنی فیزیکی استفاده میکنی. این ید اینجا یعنی قدرت. میگه اگه نشد وجب حمل سلاح. اینجا دیگه میری تو کار سلاح، از سلاح استفاده میکنی. چرا؟ چون واجبه، چون این فریضه واجبه. میگه تا جهاد پیش میری. اگه نشد باید جهاد بکنی، قتال بکنی، تا اینکه چی بشه؟ منکر از بین بره. اگه نشد باید جهاد بکنی، قتال بکنی، تا اینکه چی بشه؟ منکر از بین بره. میگه اگر که تشخیص داد که قبیح رفع میشه، یعنی اون منکر از بین میره با دعوت و تذکر. یعنی یک مؤمنی تشخیص میده من اگه الان به این شخص تذکر بدم دیگه این کار زشت رو نمیکنه. این تشخیص اون مؤمنه، پس اینجا میتونه تذکر بده. اگر که تشخیص داد که نه فایده نداره، میتونه شروع کنه لعنتش بکنه و با غلظت و زجر و تهدید باهاش حرف بزنه. یعنی دید با زبون خوش و تذکر و دعوت و مثلا اینا نمیشه. اگه تشخیص داد شروع کنه فوشش بده، با غلظت و لعنت و تهدید باش حرف بزنه. و ان اثر و الا انتقل الى الضرب و الایلام و الی ان یقع الواجب و یرتفع القبیح. میگه اگر که دید نه لعنت و تهدید هم فایده نداره، کتکش بزنش تا دردش بگیره، تا وقتی که واجب رو انجام بده و قبیح رو ترک بکنه. میگه این به ظن مؤمن تشخیصش با خود اون مؤمنه که چه کار بکنه. میگه شاید از اول تشخیص داد که بزنه، فانقلب فی الظن ابتداء عدم تأثیر القول ابتدأ بما یظن کونه مؤثرا من الفعل و ما زاد علیه. میگه اگه تشخیص داد نه من اگه تذکر بدم فایده نداره، اگه تهدیدم بکنم فایده نداره، مستقیم بزنم. میگه اگه تشخیص دادی بزن، تشخیصش با خودته. مهم اینه که واجب رو انجام بده اون شخص، وقوع واجب و ارتفاع قبیح، یعنی واجب انجام بشه و اون فعل قبیح مرتفع بشه، از بین بره. فان ادا ذلک الی فساد عضو او تلف نفس فلا ضمان علی المنکر. میگه اگه زدی عضوشو ناقص کردی یا ناکارش کردی دیگه تقصیر خودش، میخواست منکر انجام بده، ضمانتی اینجا وجود نداره. شاید شما زدی خورد، چه میدونم چشش کور شد، اصلا مرد، ضمانتی میخواست منکر انجام نده. امر به معروف یک مرحله گفتن دارد و یک مرحله عمل. مرحله عمل یعنی اقدام با دست، اقدام با زور. این امروز به عهده حکومت است و با اجازه حکومت باید انجام بگیرد. 23 تیر ماه خب شالمون یه لحظه افتاده متوجه نشد. شما حق ندارین ما رو ببرید. شما دوتایی چی؟ شما حق ندارین ما رو ببرید. حق ندارین. حق ندارین، بهت میری تو حق بهت نشون میدم.